درود دوستان، مشتی تاجیکی روزی 13 ایون روزی شنبه ما رو جنگ برای کمربند در لیگ اکتاگون انتظار است و فضلالدین کریم عبدالرحیمов از تاجیکستان بر ضد محیدین مامجانов از ازبکستان می جنگند و آنها 2025 29 دکبر 2025 جنگیده بودند و فضلالدین کریم عبدالرحیمov از تاجیکستان دست بالا شده بود، غالب برآمده بود و بار دوم آنها جنگیدند 23 فوریه 2026. این بار همین محاربه مساوی شده بود با قبل روسا نیچیه و باری سیوم روزی شنبه می جنگند برای کمربندی موقتی با قبل روسا زورمنی تیتول و لیگ اکتاگون. دوستان فکرتان رو نویسید، باری سیوم کی دست بالا می شود و کی قهرمان می شود در لیگ اکتاگون؟ فضلالدین کریم عبدالرحیمov از تاجیکستان یا کی محیدین مامجانov از ازبکستان؟ با فکر من در اینجا شانسی فضلالدین کریم عبدالرحیمov زیادتر است، چون که او چیش هم زیاد است، تجربهش هم زیاد است، جنگ‌هاش هم زیاد است و کردیاش هم خوب است. راستا خیلی خوب جنگ میکند و ما امیدواریم که فضلالدین کریم عبدالرحیمov قهرمان میشود و کمربندی لیگ اکتاگون رو به تاجیکستان میآورد. دوستان فکرتان رو نویسید، کی شانسی خوب دارد، کی دست بالا می شود روز 13 ایون و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما بعد جنگ نتیجه رو به شما میرسانم. امیدوارم که فضلالدین کریم عبدالرحیمov قهرمان می شود روز 13 روز شنبه در ازبکستان در تاشکند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان با تا امید دیدار.